سلام آقا، طلای 24 عیار داری؟ سلام نه اینا 12 عیار 24 عیار تویی. شما خیلی اجرت میگیری. اجره چه رتی عزیزم؟ بازار رو گوه. ای پول که من برو رو خرسی بیار. طلا چه برندایی داری؟ لوئی وی، بالانس، ورساچه، دشمن چین فریک، اسکاشه. فعلا اینا رو در بیار ببینم چی میتونه بخره. بلندم خانم، به مناسبت فلک فرایده طلا شده قیمت مشوار تو ببر زیر قسط. آقا طلا می‌خواستم آب کنم. یه انگی سر طلا بزنم که نبود نتیجه هم یادش نره. چه طرز صحبته؟ آقا انگ شماره می‌خواستم سکه‌مو بفروشم. سکه یعنی تو فرق پولکی اسوان سکه رو هم نمی‌کنی؟ این تقلبیه. دیروز از خودتون خریدم. برو دیروز بیار. خانم آقا قرقو نکن. یه الانگوی برای عروسی می‌خواد بخری کل تایفر برداشته بودی. آقا این انگشترو تنگه. بیا تو گشادت. اوه بیا تو گشادش کنم. بالاخره عروس خانم بله رو گفت. باز بدن علب شیرین اومد آخر بده حلقه با حجت دادم 7 دیوید بدون حجت دادم 5 تا. قابل توجه عزیزان که فکر کنن طلا فروش بازشون خیلی خوبه. ببینم یه چی پیدا کنم تو توی. آقا طلای بدون اجرت می‌خواستم. طلای بی اجرت آبجی گرم. فقط میتونم یه بدم. شروع قشنگه. من بی اجرت. نمیشناختم چی نوشته. طلا چنه امروز؟ وای طلایی. آقا قیمت طلا چنه؟ الان که داریم حرف میزنیم کاش حرف نمیزنیم. دو تا حرف. آقا سکه میخوام امامی. سکه چه امامی؟ بذار سنگفرزی بیار زبونم دیس کنم مشتری داره میاد. این شکم نیست ها، مورای کمر رو مپوی زده در. چقدر گرون خریدی؟ سر اجرتش نشستم بهت. از خود خریدم. آقا می‌خواستم این علنگوامو بفروشم. فاکتور داری؟ نه. خانم این تتایی که زدم حاصل آخر معامله بی فاکتور منه. تو بند داشت تعادل آباد دادم. یه سیم کارت هم داشتم همچین شرکت ایرانسل نیوردش که خودم آزاد شدم.